دختر زیبایی در یک رستوران مشغول غذا خوردن بود. یک مدیرعامل میلیاردر فوراً متوجه او شد و تمام حرکاتش را زیر نظر گرفت. اما توجه دختر به میز شلوغ کناری بود. مدیرعامل همین موضوع را دید. پس گارسون را صدا زد و از او خواست آنها را ساکت کند. این کار او توسط دختر دیده شد. وقتی گارسون به آن میز تذکر داد، مردی از آنها توجهی نکرد و حتی سعی کرد به کسی حمله کند. در همین لحظه دختر جلو رفت. مرد به او هشدار داد که دخالت نکند. اما دختر چند کلمه آرام در گوشش گفت و مرد فوراً عذرخواهی کرد. این صحنه مدیرعامل را شگفت زده کرد و کنجکاو شد بداند دختر کیست. بعد از پایان شام وقتی دختر می‌خواست برود، او پیشنهاد داد که او را به خانه برساند، اما دختر مستقیم رد کرد. مدیرعامل در حالی که او دور میشد نگاهش کرد و هنوز حس ناتمامی داشت. روز بعد دوباره همدیگر را دیدند، اما این بار در اداره پلیس. دختر دادستان بود و مدیرعامل به عنوان مظنون حضور داشت. شب گذشته قتلی رخ داده بود و قربانی یک ثروتمند محلی بود. یک شاهد ادعا کرده بود که مدیرعامل را در صحنه جرم دیده است. مدیرعامل توضیح داد که بعد از شام مستقیم به خانه رفته و مدام این موضوع را انکار کرد. دادستان شاهد را آورد، اما اون ناگهان حرفش را عوض کرد و گفت اشتباه دیده است. او گفت مدیرعامل الگویش است و فقط می‌خواسته او را از نزدیک ببیند. در حالی که دادستان شاهد را سرزنش می‌کرد، او به سمت مدیرعامل رفت و آرام گفت آرام باش. این حرکت هم مدیرعامل را شوکه کرد و هم باعث شد دادستان به همه چیز مشکوک شود.